از موارد شایعی که به کلینیک مراجعه میکنن خانم‌هایی هستن که نیاز دارن به عمل برداشت رحم به دلیل فیبروم، حالا توده، خونریزی‌های غیر طبیعی یا هر مسئله دیگه. پزشک متخصص زنان تصمیم گرفته که عمل هیسترکتومی یا خارج‌سازی رحم براشون انجام بده. سوالی که در این مورد خیلی میپرسن هستش که خانم دکتر عمل به صورت بسته یا با لاپاروسکوپی انجام بشه یا عمل باز. تقریبا در بالای 90% مواردی که ما نیاز داره فرد رحمش رو در بیاریم میتونیم با لاپاروسکوپی این کار رو انجام بدیم و حالا عوارض کمتری داره، هم درد بعد از عمل کمتر هست و همین که تحملش کلاً برای بیمار راحت تر هست و خیلی سریعتر به کار برمیگرده. فقط 10% موارد هست، اونم در مواردی که ما شک به بدخیمی داریم یا چند دلیل دیگه که میتونیم عمل باز انجام بدیم یا بهتر عمل باز انجام بدیم. به خاطر همین حالا پاسخ به این سوال این هستش که بله، بهترین روش برای خارج کردن رحم در حال حاضر عمل لاپاروسکوپی هست.